خدای قادر سبحان کریم منان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو به بنده حقیر عنایت فرمود تا پس از طی نمودن مسافت تقریبا طولانی بتوانم در جمع گرم و پویا و روحانی و معنوی شما مردم مؤمن و دین دوست، برادرها و خواهرای مؤمن و نمازگزار استان هرمزگان و این منطقه بخش سیریک از نزدیک شرف حضور پیدا کنم و شما عزیزان رو ملاقات بکنم. الله ذوالجلال رو بر این فضل و من و احسانش قدردان و متشکر و سپاسگزارم و عرض پوزش می دارم خدمت همه حضار معزز به خاطر اینکه مقداری، البته نه مقداری بلکه خیلی با تأخیر به خدمت حضار رسیدیم، ولیکن تقصیر از ما هم نیست. بالاخره مسافت طولانی بود، ما 3 مرحله مسافرت رو طی کردیم تا به اینجا آمدیم و به همین خاطر دوست نداریم شما رو حالا رها کنیم. 2 ساعت هوایی اومدیم، 1 ساعت دریایی اومدیم، 5 ساعت هم زمینی اومدیم، جمعاً 7-8 ساعت میشه. حداقل به ازای هر ساعت 1 ساعت وقت شما رو بگیریم، به نظرم بازم بی‌انصافی نکردیم. میگن یک زمانی در ماه رمضان یک جوونی هرچه علما میگفت بیا مسجد، میگفت نه دیگه من نماز نمیخونم، نماز تراویح خیلی سنگینه. گفتم بابا اونقدر طولانی نیست که شما میگید، شب 1 جز میخونن. گفت همون 1 جز هم خیلیه. گفت نه شما بیا ما حفاظی آوردیم امسال خیلی زود میخونن قرآن رو، سریع تمومش میکنن. آمد و حافظ صاحب هم شب اول سوره بقره رو شروع کرد تا آخرش هم ویل نکرد. هرچی این جوون شب اولش بود پا رو این پا گذاشت، دید نه بابا تمام شده نیست، سوره بقره است، بزرگترین سوره تو قرآن. نماز که تموم شد از اون عالم پرسید که چه سوره ای بود حافظ صاحب خوند؟ گفت سوره بقره. گفت بقره یعنی چه؟ گفت بقره یعنی گاو. گفت ها دیدم خیلی بزرگ بود. رفت گفت من دیگه نمیام. هرچه دنبالش آمد گفت بابا سوره بقره تموم شد. گفت باور کن اگه دیگه مسجد بیام. تا اینکه شب ختم فرا رسید که شب آخر بود و رفتم پیشش گفت بابا امشب سوره های کوچک رو میخونن، از سوره الم تر کیف به بعد گذاشتن، سوره های بزرگ دیگه تمام شده. گفت شوخی میکنید؟ گفت نه واقعیت دارم میگم. بالاخره آمد و امام هم شروع کرد واقعا سوره الم تر کیف رو، این دستاشو بسته بود، همین که امام گفت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، این دستاشو رها کرد و فرار کرد. گفت های کجا داری بری؟ نمازه. گفت اون شب سوره گاو خوندید اینقدر بزرگ بود، خدا رحم بکنه به سوره فیل و امشب. حالا شما خدا خیر بکنه، وقت گذشته و ما هم از راه دور آمدیم، حداقل به اندازه سوره فیل باید وقتتون رو بگیریم. انشالله که جوونا خسته نشن و خستگی در چهره شما مشاهده نمیشه. یک صلوات محمدی پسند عنایت بفرمایید انشالله. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس فرخنده و خجسته و مبارک رو خدمت 23 زوج جوان که اسامی این بزرگواران رو خدمت برادران و حضار قرائت بکنم به عنوان تبرک. واقعا ما مراسم عروسی بسیار زیادی رو شرکت کردیم که از 120 عروسی در همین سال 86 میگذرد، اما تا به حال به مراسمی که در یک جا 23 زوج یعنی 46 نفر یک جا جشن عفت و پاکدامنی بگیرن شرکت نکردیم که الحمدلله این افتخار نصیب ما شد. تبریک و تهنیت عرض می کنم خدمت برادر بزرگوار ما جناب آقای عبدالمجید ملاحی و عروس خانم سمیه ملاحی، 2 آقای عبدالکریم ملاحی و عروس خانم صفورا ملاحی، 3 موسی آشیون، البته اسامی سروران رو اگر اشتباه خوندم معذرت میخوام،
و خدمت عروس خانم فاطمه امامی. 4 عبدالله آشیون و همسرشون مریم رئیسی. 5 صالح حسین سلیمانی و همسرشون شریفه شنبهزاده. 6 یوسف ملایی و همسرشون گلسوم آشورینیا. 7 احمد آسمند و همسرشون گلسوم نمردی. 8 محمد آذرتوس و خانومشون شریفه آذرتوس. 9 عبدالمجید سعدینی، همسرشون گلسوم سعدینی. 10 عبدالله موساپور و خواهر مریم آرامش. 11 احمد محمودی و خواهر گلسوم الله دادی. 12 خالد زمانی و خدمت همسرشون حنیفه آراسته. 13 حسین یوسف زاده و همسرشون عایشه آشوری. 14 علی یوسفی، همسرشون گلسوم شنبه زاده. 15 ابراهیم آگنده و همسرشون گلسوم رستم زاده. 16 آقای علی رئیسی، همسرشون نوریه امامی نسب. 17 موسی امامی، همسرشون شهلا رگوشه. 18 علی طیبی شاهی، همسرشون شریفه امامی نسب. 19 عبدالله زمانی و همسرشون گلسوم حاجی زاده. 20 محمد ملاحی، همسرشون فاطمه محمودی. 21 عیسی آشتاب، همسرشون فاطمه یوسفور. 22 محمد شنبه زاده، همسرشون آمنه آرامش. و 23 آقای حسین احمد سلیمانی و همسرشون صفورا سلیمانی. احسنتم. خداوند بر این جشن شما و بر این عقد و پیوند شما برکت نازل بفرماید و الله ذوالجلال این مجلس را به بارگاه خودش قبول بفرماید. برای جوانان عزیز، برای شما هم شاید اولین بار باشه که با چنین مراسمی روبرو شدید و شاید در عروسی‌های غیر اسلامی هرگز چنین تجمعی رو نداشتید. بله، این 23 زوج جوان مطمئن باشد که امشب خدا و رسول راضی کردند. به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد سوگند یاد میکنم که امشب دور تا دور این مجلس را فرشتگان مقرب الهی احاطه کردند و الله ذوالجلال بر چنین جمعی و بر چنین مجلسی و بر چنین بندگانی و جوانانی بر فرشته های خودش مباهات و افتخار میکند. امشب جشن شادی رسول الله است. امشب رسول الله خوشحال است. امشب اصحاب پیامبر خوشحالند. امشب عرش الهی ولوله برپاست و امشب بهشت به خودش میبالد و در رأس همه الله ذوالجلال امشب راضی و خوشنود است. قطعا شما میدونید که عروسی ها و این مجلس و چنین مجالسی میتونستن جای خودشون رو به ساز و سرنا، لهو و لعب، الواتی و بیهجابی و موسیقی های مبتذل میداد، اما با آرامش و سکینه از ساعات اول شما مواجه شدید و الحمدلله اینجا هیچ معصیتی وجود ندارد. من با توجه به این که وقت تنگه نمیخوام زیاد مصدع اوقات عزیزانم بشم. دقایقی که در خدمت شما سروران هستم با توجه به جریانات ماها و سالهای اخیر در میان جامعه اسلامی و پیشرفت صنعت و تکنولوژی در دنیای غرب و مکرها و ترفندها و نیرنگها و اهرمهای فریبنده دنیا برای اغوا نمودن و گمراه ساختن و تباه نمودن جوامع اسلامی تمامی سعی و تلاش خودشون رو در این راستا متمرکز کردند، پیرامون پروتکل‌های دانشوران صهیونیست برای فاسد ساختن اذهان و افکار و جامعه اسلامی خدمت شما سروران عزیز بیان خواهم کرد. آقای هنری فورد، هنرمند و میلیونر جهان غرب، کتابی نوشته تحت یهود جهانی که در این کتاب از مکاید و ترفنده ها و
اهرم‌های فریبنده دنیای غرب به ویژه یهود و مسیحیت برای فاسد ساختن جوامع اسلامی پرده برداشته و استاد ندوی رحمت الله علیه متفکر جهان اسلام در قرن 20 این اهرم‌ها رو در کتاب خودشون بیان کردن که من خدمت شما سروران عرض میکنم. جوانها به ویژه خوب گوش بدن. شاید ابتدای صحبت مقدار ملول آور باشه ولیکن شاهنامه آخرش خوشه. فقط حواسا این طرف باشه که حواس ما پرت نشه انشالله. استاد ندوی رحمت الله علیه میفرماید این آقای هنری فورد 5 اهرم فریبنده دنیای غرب و یهودیت برای فاسد ساختن جوامع اسلامی رو معرفی میفرماید و می نویسد: 1. نشر فرهنگ و ادبیات ضد دینی و ایجاد نمودن رخنه در عقیده و آرمان جوان مسلمان. بله، نخستین اهرم فریبنده و خطرناک یهود و نصارا بر علیه مسلمین بدبین ساختن آنان به اسلام است. امروز دنیای غرب با تمامی قوا، با تمامی صنعت و تکنولوژی و تکنیکی که دارند، با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارن وارد صحنه شدن و تبلیغات مسمومی رو بر علیه اسلام به راه انداختن که آقا اسلام مایه تخدیر و افیون ملت هاست، اسلام مایه عقب افتادگی جوامع اسلامی است، اسلام دین قهقرایی است، اسلام دین تحجر، اسلام دین عقب افتادگی است. و مسلمان ها از زمانی که مسلمان شدن روزهای بدبختی و فلاکت و هلاکت برای اونها رقم خورد و متاسفانه تعدادی از مسلمانان ساده‌لو که با اسلام و قرآن آشنایی ندارن بوق تبلیغاتی جهان غرب شدن. بله درسته آقا، اسلام هیچ ارزشی ندارد متاسفانه اونطوری که اونها دارن معرفی میکنن. اما من به شما بگم سروران عزیز در این دقایق به خدا قسم اسلام راز و رمز پیروزی گذشته ما و امید خیزش و جنبش جوانان آینده ما خواهد بود. اونها میخوان عقیده و آرمان ما رو آماج حملات قرار بدن، چون که میدونن که عقیده به منزله اساس و شالوده و بنیاد یک درخته که اگر یک درخت شالوده و بنیاد او و اساس او دچار زلزال بشه از بین رفته است. اما درخت وقتی عقیدهش محکم باشه، این درخت اسلام وقتی آرمانش و شالوده و اساسش محکم باشه، به تعبیر قرآن عظیم الشان مثل کلمت طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فروعها فی السماء، مثال کلمه طیبه مانند درخت طیبه است. عقیده پاک، آرمان پاک، عقیده به اسلام مانند درخت بسیار مستحکمی است که اصلها ثابت، ریشش ثابت، مستحکم، ضد زلزله است. و فرعها فی السماء، و شاخهاش به افق آسمان، تعطی اکلها کل حین باذن ربها. این جوان، این درخت لونهار اسلام، این بذر شکوفا شده ی امت رسول الله میوهش سال و فصل نمی شناسد، بلکه همواره به جهان بشریت فایده و سود می دهد و همواره دنیا رو مستفیض می کند. اما انسان بدون عقیده، انسانی که آرمان و عقیدهش آماج حملات قرار گرفته و دستخوش تحریفگران و تبلیغگرایان قرار گرفته است، کمثل شجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، مانند درختی است که روی زمین است، ریشه ای نداره، قراری نداره، مانند پرکایی که با حرکت بادها و وزش بادها هر سمت و سویی که حرکت بکنه حرکت میکنن. انسانی که دین و آیین نداشته باشه، به یک آیینی پایبند نباشه، هر طرف که باد بیاد اون همون طرف به اصطلاح ما چک میزنه. به قول اقبال ملتی را رفت چون آیین ز دست، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطن دین نبی این است و بس. برگ گل شد چون ز آیین بسته شد، گل ز آیین بسته شد گل دسته شد. اعتبار از لا اله داریم ما، هر دو عالم را نگهداریم ما.
ذات ما آیینه ذات حق است، هستی مسلم ز آیات حق است، فطرت مسلم سراپا شفقت است، در جهان دست و زبانش رحمت است. انسان مسلمان، انسانی که عقیده داشته باشه، اون سمت و سوش مشخصه، جهتش مشخصه. ولی انسانی که عقیده نداشته باشه هیچ سمت و سو و جهتی نداره و همواره نشخوار کننده افکار غرب و خوراک غرب و دنیای ماحول خودش خواهد شد. اونها میدونن که عقیده به اسلام بزرگترین مانع و چراغ قرمز و تابلوی امور ممنوع بر سر جوان مسلمان است. اونها میدونن که جوان مسلمان هنگامی که میخواد دست به معصیت و گناه بزند، آیه و تابلوی و اما من طغی و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوی بیاد جلوش و کنترلش میکنه. وقتی در مقابل گناه قرار میگیره، تابلوی قرآن جلوی چشماش روشن میشه. وقتی میخواد دست به زنا بزنه، وقتی میخواد چشم بد به سوی ناموس مردم خدایی نکرده بدوزد، قرآن میاد، اسلام میاد، رسول الله میاد و در کل خدا میاد و جلوش قرار میگیره. فضیل عیاض، یکی از اولیای خدا و سلاطین اقلیم عشق، شبیه حرکت میکند برای عمل فاحشه زنا. مسلمان بود، سالیان عمرش را در تباهی و سیاهی و بدبختی و فلاکت گذرانده بود. حرکت کرد، گفت من امشب فلان دختر مسلمان، دختر عفیفه رو، عفت و پاک دامنی او رو مورد تاراج قرار خواهم داد و عزت و آبرو او رو خواهم گرفت تا دیگر این دختر در میان جامعه اسلامی نیاد و با کلام و قرآن محفل ساز و سرنا و موسیقی ما رو نابود نکنه. فضیل عیاض همیشه در مراسم لهو و لعب حضور سبز و پررنگ داشت. یه دختر مسلمان همیشه مانع میشد خواهرها تشریف دارن، خواهر حافظ کل قرآن. این حرکت کرد نیمه شب بره اونجا و اون عمل ننگینش دست بزنه. از روی دیوار میپرد که ناگهان آیات کلام وحی گوش دل فضیل را مورد نوازش قرار میدهد که این دختر حافظ قرآن در نماز تهجد این آیه را میخواند: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان آن نرسیده که قلبهای سنگدل و قسی در مقابل کلام خدا نرم بشن؟ آیا زمان اون نرسیده که جوان مسلمان از چراغ قرمزهایی که خدای متعال در سر چهار راههای عمرش روشن کرده بیگدار امور نکنه؟ آیا زمان اون نرسیده که جوان مسلمان از خدای خودش بترسه؟ آیا فضیل زمان اون نرسیده که دست از اعتیاد، دست از زنا و فاحشه کاری برداری؟ که ناگهان دست پای فضیل به لرزه میافتد و لهجه مردی که دارد بوی دوست امتی را میکشد تا کوی دوست دست و پاش میلرزد و به خودش میگوید بلا بلا بله ای خواهر، واقعا اون زمان رسیده است. این یک چراغ قرمز روشن شد و فضیل دزد و راهزن را تبدیل کرد به یکی از اولیای خدا و سلاطین اقلیمش. جوان مسلمان اونها اینو فهمیدن، خوب میدونن که اسلام میتونه تمامی مشکلات جامعه اسلامی رو حل بکنه. اسلام بزرگترین اهرمه، بزرگترین پلیس نامرئی است که وجدان مسخ و خفته بشریت رو بیدار میکنن. در سال 1918 میلادی قانون آمریکا، مجلس قانونی آمریکا مصوبه و لایحه‌ای رو تصویب کردن که شراب حرامه. جوونا خوب گوش بدن. آقا ما به مضرات شراب پی بردیم. بیچاران نمیفهمیدن که قرآن چندین هزار سال قبل، 1400 سال قبل مضرات و زیانها و ضررهای شراب رو بیان کرده. لایحه‌ای رو تصویب کردن که از این به بعد ما پی بردیم که شراب حرامه، بنابراین کسی نزدیک نشه. در این راستا تمامی رسانه ها، مطبوعات، مجلات، نیروی هوایی، زمینی، دریایی، بسیج، نظامی و انتظامی همه دست در دست یکدیگر دادن
که مرزهای ورودی که شراب را وارد میکنن به کشور آمریکا ببندن و هر کس که شراب بنوشد سخت‌ترین مجازات رو بر او اعمال بکنن. به قول استاد قرضاوی 10 بیلیون نه 10 میلیون 10 بیلیون مجله و روزنامه و صفحات کتب را چاپ کردن، 500,000 نفر رو زندان کردن، 300 نفر رو اعدام کردن، 60 میلیون دلار رو خرج کردن، اما نتونستن. دیدن که شراب نه تنها نمیتونن جلوی موج شراب و اعتیاد به شراب رو بگیرن در آمریکا، بلکه داره شراب روز بروز با نوع و رقم و انواع خاصی وارد جامعه بشری میشه، تا اینکه در سال 1933 بنابر ناتوانی خودشون این لایحه رو لغو کردن. حالا گوش بده، در صدر اسلام هیچ کس و بر هیچ فردی مخفی و پوشیده نیست که شراب در رگ و پی و خون مسلمانان عجین شده بود، جز ولاینفک فرهنگ و سفری و اونها شده بود. مجلسی که شراب نداشت رونق نداشت، که ناگهان آیه قرآن نازل شد یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. مردم، ایها المؤمنون، ای کسانی که ایمان آوردید، شراب حرام، رجس، عمل شیطانی است. صحابه تعدادی لیوانهای شراب رو به لب داشتن میخوردن، در همین جا ترمز زدن. آیه قرآن آمنا و سلمنا، این چرا قرمز روشن شد؟ این تابلوی هشدار دهنده اسلام داره این زنگ خطر رو به صدا در آورده که شراب حرامه. نه تنها شرابها رو دور ریختن، بلکه لیوانهای شراب رو هم شکستن. یه صحابه به نام عبدالرحمن بن عوف غالبا تمام تجارت خودش را، تمام زندگی و مایملک خودش را به فروش گذاشت، رفت شراب از شام خرید که وارد شهر مدینه منوره بکنه. هر روز با خودش حساب میکرد که چه سرمایه هنگفته، چه سود کلانی رو به دست آوردم. حرکت میکند، به نزدیکی های شهر مدینه میرسه. خودتون رو به جای این صحابی قرار بدیم. همه ما زندگیش، آرزوش، حس و نیستش همه در گروی فروختن این شراب هاست. که ناگهان در چند کیلومتری مدینه منوره فردی میگه عبدالرحمن کجا میبری شراب ها رو؟ مگر آیه قرآنی رو نشنیدی که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب حرام شده؟ گفت نه من نشنیدم. گفت حالا بشنو. گفت همینجا بشین تا من برم به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینم، از صحت و سقم قضیه با خبر بشم. میاد نزد رهبر بشه، یا رسول الله این خبری که شنیدم درسته؟ رسول خدا میفرماید بله درسته. در جا بر میگردد و به خدا قسم جا دارد اقربه های تاریخ لحظه توقف بکنن و عمل این شیر مرد اسلام رو مورد تدقیق و تحقیق و بررسی قرار بدن. تمامی ظروف شراب رو شکست و تمامی مملکت خودش را، سرمایه خودش رو در بیابان تباه کرد. اسلام اینه. اینها خیلی خوب فهمیدن، خیلی خوب متوجه شدن که امروز اگر میخوای بیبندواری و بدبختی رو در جامعه اسلامی رواج بدی، اولین راهش اینه که عقیده رو، آرمان رو، اسلام رو از جوانها بگیری، اونها رو بی دین بار بیاری. بگید آقا اسلام چه دینیه؟ شما رو در چارچوب قرار داده، شما رو حبس کرده، زندانی کرده. و اینجاست که در 2 سال قبل آمریکا و همپیمانانش 145 میلیون دلار بودجه اختصاص میدن که فرهنگ و عقیده لایکی رو در قلوب مسلمانان بکارن. 15 میلیون دلار در سال گذشته، جوونا اینا آمار و ارقامی است که از رسانه ها گرفته شده، 15 میلیون دلار سال گذشته در عراق صرف سیستم آموزش و پرورش عراق کرد تا تمامی آیات و قرآن و احادیث را از کتب مسلمانان عرب عراق جدا کردن. به خدا قسم جای گریه است. سیستم جدید آموزشی عراق کلمه به نام قرآن وجود نداره. احادیث رسول الله رفت، آیات قرآنی رفتن. 15
516 میلیون دلار در افغانستان صرف هزینه کردن تا سیستم آموزشی رو تغییر بدن و همینطور شد. من در بسیاری از جاها گفتم، در مجله خوندم که معلم مسیحی بلند میشه تو افغانستان، معلم دبستان کلاس سوم و دوم دست میده، به هر دانش آموزی 2 تا شکلات میده. 2 تا شکلات، روی یک شکلات نوشته عیسی، روی یک شکلات نوشته محمد صلی الله علیه و سلم. شکلاتی که اسم عیسی روش هست بسیار ترد و خوشمزه، اما شکلاتی که اسم محمد روش نوشته شده بسیار تلخ و بدمزه است. به هر دانش آموز کلاس دوم و سوم 2 تا شکلات بده، اینها میخورن. بعد از اونها سوال میکنن که جوونا، بچه ها، پسرانم، به نظر شما شکلات عیسی شیرین تر بود یا شکلات محمد؟ خدا قسم بچه هایی که با شیر پستان مادر من و تو بزرگ شده بودن، اونهایی که هزاران شهید دادن، باباهاشون شهید شده بود در جنگ باروس، پدرانشون دستش قطع بود، پاش قطع بودن، چشمشون کور شده بود در جهاد افغانستان برای اعلای کلمت الله. همشون همصدا گفتن معلم، عیسی شیرین خوشمزه است، محمد تلخ، لعنت بر محمد. ما محمد رو نمیخوایم، محمد تلخه، مثل این شکلاتی که به ما دادی. افکار مسیحیت در افغانستانی که چندین هزار شهید داد، پدرش فلج تو خونه افتاده در جهاد، یتیم شده، به خواهر و دخترش تجاوز شده، ولی این میاد به محمد لعنت میفرستن. تو تمام مدارس آرم صلیب امروز تو دفتر و کتب مردم افغانستان حک شده. حتی خودکاری که تو جیب علماست عکس صلیب روشه. از یک علما من سفری داشتم اونجا، عروسی اسلامی بود، یکی از علما رو گفتم این چیه؟ گفت خودکاره. گفتم این آرم صلیب چیه که داری میرید با اون پیشنمازی امامت مردم میدی؟ گفت خودکار هدیه است، از آموزش پرورش گرفتم، ایرادی نداره. گفتم بیچاره چی داری؟ این رد آیات قرآنه. قرآن میگه و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم. عیسی به دار آویخته نشد بلکه زنده است، بر رفعه الله الیه. ولی تو با این آرمت میگی نه، عیسی به دار آویخته شد. تو داری آیات قرآن رو رد میکنی، خبر نداری. تو داری تیشه برداشتی به ریشه دین اسلام میزنی، خبر نداری. تو عقیده و آرمان زیر سوال رفته، بدبخت. میگی این چیزها که طبیعی است فلانی، اگر بقیه رو ببینی چیه؟ تو افغانستان، تو عراق این وضعیته. شب 27 یا 29 ماه مبارک رمضان، روز 28 ماه مبارک رمضان، یه برادری از عراق بهم زنگ زد، زد زیر گریه. گفتم چیه؟ گفت این تصویر یه دختر عراقی رو درون موبایل ها بلوتوث شده دیدیش؟ گفتم نه. گفت همه جا پخش، خبر نداری مگر؟ تعداد از جوانا دور برم بودن، گفتن چرا تو موبایل ما هست؟ نگاه کردم دیدم یه دختر مسلمانی رو لخت مادرزاد دارن میزننش، شهیدش میکنن، تکه تکش میکنن. گفت از جوانای پشت، از جوانای دوره برد بپرس جرم این دختر چیه؟ همه گفتن که این دختر زنا کرده و به جرم زنا و بدکاری و فاحشه‌کاری اینو دارن این بلا رو به سرش میارن. که اون پسر عموی دختر از پشت تلفن قسم خورد، گفت به خدا دختر عمومه، به خدا اون زنا نکرده، اون
پدر و مادرش مسلمان بودن الان مسیحی شدن، شیطان پرست شدن. این دختر بر عقیده و آرمانش مستحکم مونده. اون موقع پدر و مادرش بهش رحم نکردن، اوباشا و اراذل رو جمع کرده و این وضعیت رو به سر دختر مسلمان آورده است. تکبیر! اون خواهر ماست، اون مادر ماست، اون دختر ماست. اگر امروز عمر می بود اون دختر صدا می کرد با عمرا، با صلاح الدین، با ابو بکر، با محمد. ولی دور برشو نگاه کرد، هیچ کسو ندید، هیچ کسو ندید که ازش دفاع کنه، هیچ. بلکه با آبروی این دختر بازی کردن. تو موبایلای جووناست میگی کیه؟ میگی این دختر فاحشه است، این دختر بدکار است. قسم یاد کرد گفت تو رو خدا از حیثیت این دختر مسلمان هر جا که رسیدی دفاع کن. گفتم از کجا معلوم که تو داری راست میگی؟ فوراً بلا فاصله تعدادی از سخنرانی های علمای عراق رو از طریق اینترنت برام ایمیل کرد و فرستاد. این وضعیت تو عراقه، اون تو افغانستانه، میخوان عقیده رو بگیرن. خانم بوش میاد تو افغانستان چند میلیون دلار دانشگاه کابل رو تأسیس میکنه اونجا. فکر میکنید دلشون بر ایمان سوخته؟ نه به خدا، اونا میخواد ناموس و شرف و وجدان و حیثیت و عقیده و اسلام و از قلوب مسلمانان بیرون کنن. این وضعیتیست. و اما کور خوندن. دو واقعیت وجود داره، یه واقعیت تلخه، یکی شیرین. واقعیت شیرین همینه که هر اهرمی که اونا استفاده کردن بر علیه اسلام به خودشون برگشته، به خودشون برگشته. این دختر مسلمان تکه تکه شد ولی از آرمانش برنگشت. خانم مونیکا کلارک در آمریکا مسلمان میشه از طریق اینترنت و مطالعه قرآن. قاضی وقت میگه یا اسلام یا شوهر و خانواده و فرزندات، یکی از اینا رو انتخاب کن. میگه نه قاضی، انتخاب خیلی سخته. شوهرش میگه یا بچهات و من و خانوادت یا اسلام و محمد. امروز ما اسلام را با یه برگ هزاری داریم میفروشیم. امروز جوان مسلمان با یک عروسی غیر اسلامی اسلام رو میفروشه، با یه موسیقی مبتذل، با یک لحظه نگاه کردن به ماهواره و شبکه‌های مافیایی. ایمان فروشی دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش. دامن آلوده مکن تا به عزیزی نرسی، عصمت یوسف خود را به زلیخا مفروش. به یکی وسوسه از راه مرو، آدم باش، قصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش. اما اون دختر مسلمان خانم مونیکا کلارک تازه مسلمان شده، بعد از این که در ترازوی سنجش قرار میده سرشو بلند میکنه میگه قاضی اگر 2 تا فرزند دارم که هیچ، اگر 100 تا فرزند می داشتم و یکی پس از دیگری رو از من فقط جدا نمی کردی بلکه تکه تکه می کردی، به خدا قسم راضی نیستم از دین محمد برگردم. این کسیست که تازه مسلمان شده. میاد پدر یک فلسطینی یا اسرائیلی میاد پیش شیخ احمد یاسین میگه شیخ پسرم مسلمان شده، نماز 5 وقت میخونه کار ندارم، روزه رمضان میگیره کار نداریم، ولی به خدا قسم طاقت تهجداشو دیگه ندارم. به خودشون برگشت. ولی یه واقعیت تلخ و اون این که امروز در جامعه اسلامی، در جامعه غرب داره تون مسلمان میشن. در هلند از جمعیت 1 میلیون نفر 900,000 نفر مسلمان شده.
100,000 نفر دیگه مونده. در هلند، در چین، در اسپانیایی که یک زمان مهد علم بود ولی از دست داد، 40 الی 50 مدرسه اسلامی الان تأسیس شده و داره درس میده. تو آمریکا سبحانه، در اروپا یک مسجدی درست کردن به مساحت 19,000 متر مربع. دنیای غرب داره به سوی اسلام میاد. این واقعیت شیرین. اما واقعیت تلخ اینه که امروز جوان مسلمان حیران شده و بره. جوان مسلمان امروز در داخل ایران سرگردانه، حیرانه، مضطربه، استرس داره. چرا؟ چون که اسلام بهش ارثی رسیده. من در دانشگاه فردوسی مشهد تعدادی از دانشجوها آمدن پیشم، گفتن آقا ما عرفان جدیدی داریم. گفتم این چه عرفانیه؟ گفت ما به خدا میخوایم برسیم. عرفان اوشو. شاید جوانای تحصیل کرده بدونن. گفتم عرفان اوشو دیگه چیه؟ ما عرفان اسلامی داریم، خداشناسی. گفت عرفان اسلامی به ما مربوط نیست. عرفان اوشویه که ما خدا رو نمیپرستیم. از جوانای من و تو ما خدا رو نمیپرستیم. گفتم پس چی رو عبادت میکنی؟ گفت ما زیبایی درخت رو میپرستیم سالها تا از طریق پرستش درخت به خدا برسیم. گفت برای ما محرم و نامحرم معنایی نداره. دخترهای زیبا رو با آرایش تماشا میکنیم و او رو عبادت میکنیم، میپرستیمش تا زیبایی او ما رو به خدا برسونیم. باور کنید یک شب تا صبح با اونا نشستم صحبت کردم که این چه حرفایی شما داریم میزنید. عرفان اسلامی نیست، خداشناسی نیست، این درخت پرستیه، این ماده پرستیست، این دین لاییکه. چرا اسمشو عرفان گذاشتید اصلا؟ از کجا اومده؟ ماهواره نگاه میکنن، اینترنت رو میبینن، آمنا و سلمنا میشه. اولین اهرم فریبنده و پروتکل دانشوران صهیونیست رخنه ایجاد کردن در عقیده و آرمان و بدبین ساختن جوانان نسبت به اسلامه. جوان مسلمان گولش رو نخور. به خدا قسم اسلام مایه عزت، مایه شرافت، اسلام مایه رفعت. اسلام تو رو در چارچوب عفت قرار داده. بحث زیاد میشه اگر من بخوام بیشتر از این توضیح بدم. و اما دومین اهرم فریبنده اونها تهاجم فرهنگی، رواج بیبندواری، بی‌حجابی و تشویق به مدرنیسم. اگر در اهرم اولی موفق نشدن دومی رو. امروز داشتم یک روزنامه قبل از اینکه داشتم بیام اینجا مجله رو میخوندم، یک خبر جدید رو شنیدم. نوشته بود که آمریکا برای از بین بردن از شود خدمت شما شرم و حیای دختران مسلمان طرح آزمایشی رو در پاکستان در 155 مدرسه پاکستان به اجرا گذاشته و 4,500 دلار مصرف کرده تا دخترای کوچک رو دعوت به بیشرمی و بیحیایی بکنه. خدا شاهده. میاد سر کلاس دخترها رو از همون اول گستاخ، بیبندوبار، بی‌حجاب، بی‌ادب، بی‌تربیت و موهن به اعتقادات اسلامی بار میارن. بله، فکر کردین مگر شوخی است؟ امروز این فیلم‌های مبتذلی که با اندکترین و کمترین و کم هزینه ترین قیمت در میان جوانان ما توزیع میشن، اونها مگر بیکارن دختران خودشون لخت مادرزاد در مقابل دوربین ها قرار بدن؟ نه عزیز من، به خدا اونها میخوان از این طریق از بین ببرد حیثیت ما رو، حجاب ما رو. اونها میخواد قیمت دختر ما رو بیاره پایین. اونها میفهمند که دختر تا زمانی که در حجاب هست، در پوششه، بزرگترین ارزش رو داره. مولانا عبدالمجید ندیم، دوستانی که در ختم صحیح بخاری بودن، خیلی جمله زیبایی گفت من رفتم اروپا، تعدادی از دانشمندان اروپا گفتن آقا شما چرا در جوامع اسلامی دخترها رو مجبور میکنید که حجاب کنن؟ چرا اونها ظلم میکنید، اجحاف میکنید، تعدی میکنید؟ میگه من گفتم که آقا شما چرا دخترای غرب رو مجبور به بی‌حیایی و بی‌حجابی میکنید؟ گفتن نه آقا، ما آزاد گذاشتیم، اینجا دموکراسی است، آزادیه، هر کس هر طور دلشون میخواد.
زمینه اینطور مناسب شده و مساعد شده دخترها بی‌حجابن. میگفتم بابا ما هم کسی رو مجبور نکردیم، ما هم زمینه رو مساعد کردیم. دخترای مسلمان خودشون دارن حجاب میکنن، دخترها خودشون میدونن که مرواریدی که در صدف هست سنگه و سنگ روی ریگ تو بیابون هم سنگن، اما اون تو پوششه، تو جلده، تو چادره شده مروارید، قیمت گرانبها، ولی این ریگه ها زیر دست و پای مردم له میشن. دختری که داره حجابه مثل اون مرواریده، اونها نمیخواد که فرزندان مسلمان مروارید داشته باشن، اونها نمیخواد فرزندان مسلمان و دختران مسلمان محجبه باشن، چون که میدونند دختر محجبه یعنی فاطمه، دختر محجبه یعنی عایشه، دختر با حجاب یعنی سمیه، دختر با حیا و با عفت یعنی خمسا. اونها اینو خوب فهمیدن، بنابراین میان شروع کردن به تبلیغات. آقا بریزید، چرا در حق زنان داری ظلم میکنی؟ روزی مد جدید، یه فرهنگ جدید، روسری ها رو میخوان از سر مردم بکشن بیرون. که من همیشه تو سخنرانی میگفتم که روسری ها روز 4 ناخن داره میره عقب. حالا از روزی که رفتم تهران یه برنامه داشتم، میگم آقا از عقبم روزی 4 ناخن داره میاد جلو، یه نخ مونده فقط وسط سر. بدبختیست. دخترای مسلمان حیا و عفت رو از سرشون گرفتن مثل عروسک ها. اما دخترم، خواهرم، خواهر مسلمان، خواهر سنی، تا دیروز عیب بود کسی گوشه چادر مادر منو شما رو ببینه، تا دیروز عیب بود دختر منو تو بی حجاب باشه. بذار بقیه هر کار میخوای بکنن، ولی من و تو اسوه ما عایشه هست که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات میکنه شوهرشه بدون چادر میاد سر گنبد خضرا. بعد از وفات حضرت ابوبکر چون که باباشه بدون چادر میاد، ولی از زمانی که حضرت عمر وفات میکنه و شهید میشه چون که نسبت محرمیتی با عایشه نداره چادر رو به سرش میکنه میاد برای عرض سلام. اونها از مرده ها حیا میکردن، ولی امروز دختر ما از زنده ها حیا نمیکنه. متاسفانه این وضعیت خطرناکی است. صحابیه زنی بچه‌ش شهید میشه، بهش خبر میدن تنها پسرت شهید شده، در همین لحظه برقه و نقاب به صورت میزنه. یکی میگه در همین لحظه تو چرا مضطرب نشدی؟ چطور نتونستی حتی یه لحظه صورتت، باید صورت رو باز میکردی، به سر صورتت میزدی، موهاتو میکشیدی. یه جمله گفت این ارزع ابنی لم ارزع حیای. سبحان الله. اگر بچه‌مو از دست دادم، اگر بچه‌م تکه تکه شده، اگر امروز فرزندم کشته شده، ولی حیا و عفت و حجابم تکه تکه نخواهد شد. خواهرم، برادرم، تو رو خدا متوجه باش. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی میفرماید روزی با فاطمه رفتیم دیدنش، دیدیم پیامبر سر رو به سجده گذاشته و گریه میکند. گفتیم یا رسول الله چه شده؟ سرتو بردار، برای چی گریه میکنی؟ گفت جبرائیل آمد پیشم در شب معراج، به تعدادی از زنان برخورد کردم که به موهاشون آویزان بودن. گفتم و جیغ و داد میکردن و مغزشون مثل دیگ آب جوش میجوشی. گفتم جبرائیل آکیان، اینها زنان کدوم امتن؟ مال کدوم پیامبرن؟ که ناگهان جبرائیل به گریه شد. گفت یا رسول الله اینها دخترای امت محمدن، اینها دختران امت منن. اینها کسیست که سمیه رو براش تکه تکه کردم، حنظله رو شهید کردم، جگر حمزه رو پاره پاره کردم. این بار آمدن موهاشو پیامبر برای من تو گریه کرد. خواهر برای بی حجابی من تو به بارگاه الهی گریست. نکن به خدا قسم، هر بی حجابی و بد حجابی
یک خنجر زهراگی نیست به قلب نازنین رسول الله. خود دانی در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیز، پوشش عریان و رنگارنگ چیز. خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای ساکن ایران زمین، یک نظر از ازواج پیغمبر ببین. برگرد، ازواج پیامبر باید اسوت باشه، نه خانم تهرانی، نه خانم غربی، نه اون کسی که از ماهواره داره تماشاش میکنی. بی‌حجابی امروز این بلای مصری و خانمانسوز داره میاد. آقایونی که زحمت کشیدن منو آوردن تا اینجا، اسامیشون از یاد رفت، آقای حاجی اسماعیل و برادر بزرگوار حاجی عبدالله تعریف میکردن، گفتم وضعیت حجاب تو منطقهتون چطوره؟ گفت الحمدلله خیلی خوبه، خدا رو شکر کردم که هنوز این بلا اینجا نیامده. ولی مواظب باشید، در عروسی های غیر اسلامی میاد، موسیقی که بیاد هر فساد و فحشایی میاد. دومین احرام بیبندوباری است که جوانان ما رو بیبندوبار بار بیارن. برادری تعریف میکرد، میگفت دوست ما در زاهدان، علمای زاهدانی تشریف دارن، میگفت که تعریف میکرد، میگفت یه آقایی فرزند خودش رو از برادران مسلمان بلوچ مفرسته به غرب برای تحصیلات، سالیان سال اونجا درس میخونه، بعد که برمیگرده میاد بعد از چندین سال پدرش خوشحال غبراق که پسرم پزشک شده، مهندس شده، نمیدونم فلان شده، تحصیلاتش تموم کرده. پسر برمیگرده میاد میگه بابا، میگه چیه؟ میگه من تحصیلاتم تموم شده. میگه خب الحمدلله خدا رو شکر. میگه حالا میخوام ازدواج کنم. میگه خیلی خوبه، ما هم منتظر چین روزی هستیم، از خدا میخوایم که شما ازدواج کنی، ما هم مراسم اسلامی مثل این جوونه ها براتون تدارک میبینیم، عروسیتون میگیریم. میگه خب ولی یه مسئله دیگه است بابا. گفت چیه؟ میگه بابا انسان باغی خودش بکاره، باغی رو، درختاری رو بکارد و اونها رو آبیاری بکنه و بزرگ بکنه و حراست بکنه، میوهش رو خودش بخوره بهتره یا بده به دیگران. میگه هدفت چیه بابا؟ میگه هدفم اینه که من میخوام ازدواج کنم، دخترای بیگانه رو نمیشناسم، طبیعت و آداب و سرشت اونها برام مشخص نیست، دختر خاله‌مو نمیشناسم، دختر عمومو نمیشناسم. چه خوب است که من خواهرای خودم رو خوب میشناسم، با خواهرم ازدواج کنم. میگه اشکال نداره بابا، اشکالی نیست، شما که بین عقیده هستی، عقیدت راسخ هستی. گفت بله بابا جان، من مطمئنم. از کجا یاد گرفتی؟ از غرب. اونجا این حرفا نیست. چرا انسان دست رنج زحمت خودشو بده به دیگران؟ میگه خیلی خوب بابا جان. چند روز میگذره میگه بابا، میگه چیه؟ به پسرش میگه فلانجا ما رو مهمون کرده، پاشو بریم. میگه بریم بابا جان. ماشین رو سوار میشه میره اونجا توی بیابانی. میگه بابا حرفتو یه بار دیگه تکرار کن. حرفشو تکرار میکنه. میگه خیلی خوب، الان من میخوام عقدتو ببندم. شلیک میکنه، 30 گلوله تیر رو پسرش خلاص میکنه و میگه الان تو را به جهنم فرستادم با فکر غربی. بعد خودشو میاد به مأمورین انتظامی معرفی میکنه، میگه بله پسرم من کشتم به خاطر این فرهنگ منحطی که در قلبش جا گرفته. مواظب باش، مواظب باش که در آتش نیفتی. به قول اقبال، طلسم عصر حاضر را شکستم، رو بودم دانه و دامش گسستم. خدا داند که مانند ابراهیم به نار او چو بی پروا نشستم. این بیبندوباری نیست. اعتیاد، مواد مخدر، شراب. الله اکبر. از کدوم بگیم؟ به خدا قسم زبانم لال باشه اگر دروغ بگم که روز عید فطر رفتم به خانه یکی از دوستان، رفتیم اونجا، تعدادی از جوونا همراهم بود. یه بار یک جوونی بهم میگه که
بفرما ایدی. گفتم ایدی چیه؟ گفت به شما نمیگم مولوی، بقیه این جوونا رو تعارف میکنم، این ایدی مال شما نیست، ایدی تو شیرینی است. نگاه کردم، بله، منقل باپور و تریاک. میگه هر جوانی که وارد خونم میشه اول ایدیشو با منقل میدم، اعتیاد با تریاک. باور کن گریم گرفت. گفتم خدا تو نگاه کن، تو جامعه اسلامی عید محمده، عید رسول الله است، تو 30 روز روزه گرفتی، حالا اگر نگرفتی به درک، ولی چرا جوان مسلمان رو به این حالت در آوردی؟ اعتیاد، این کادوی استعمار، این بلای سیاه، این ارمغان استکبار جهانی. شاید نشینیده باشید، دست رو قلب بذارید که یه واقعیت رو بگم، ولی طاقت تحمل شنیدن این حرف منو داشته باشید. کاش نامش رو می آوردم. یه خواهر مسلمانی برام نامه نوشت، خودش حضوری آمد پیشم، میگه فلانی. گفتم چیه؟ میگه شوهرم معتاده. گفتم معتاد زیاده. گفت حالا دیدی شما کسی تریاک رو چرخ بکنه؟ چرخ گوش مال چیه؟ گفتم گوشت رو چرخ میکنن. گفت شوهر من با چرخ گوش تریاک رو چرخ میکنه. من تا اون روز برای اولین بار شنیده بودم که تریاک رو باید نرم بکنن، اصلا ندیده بودم واقعا. گفت که سشوار مال چیه؟ گفتم مال موهاست، خشک میکنن. گفت شوهر من اینها رو خشک میکنه، تمام سیمه‌های پشت یخچال رو کنده و تریاک دود میکنه. اینها به جای خودش که چند روز قبل، دیروز پریروز یادم نیست، گفت که شوهرم من تو اتاقم خوابیده بودم که ناگهان همیشه با تعداد جوان‌ها میامد، حجاب و بی حجابی و نمیدونم عفت و ناموس هیچ کدوم براش ارزش نداشت. میبودم تو رد میشد، میگفت اینا برادراتن. برادراتن. جالبه ها، بسیار این کار رو میکنن امروز تو جامعه اسلامی. میگه ما دوتا برادر خواهریم. کی شما رو برادر خواهر کرده؟ خدا میگه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، پسر خواندهاتون پسراتون نیستن، خواهر خونده خواهر نیست. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. که ناگهان آمد گفت که بلند شو. گفتم چیه؟ گفت من تریاک ندارم، پول ندارم. گفتم چیکار کنی که نداری؟ چیکار کنم؟ گفت اینها رو آوردم، اینها به من 2 کیلو تریاک دادن که یکی یکی با تو، یعنی با زنم زنا کنم. تو جامعه اسلامی امروز باورتون میشه آمده با من زنا بکنن؟ جیغ کشیدم، همسایه ها رو صدا کردم، اما دور برم کسی نبود، کسی به دادم نرسید. گفتم به خدا قسم دیوانم شدم. گفتم عمر بن خطاب، محمد رسول الله برای من و توی جوان تکه تکه شد تو ایران. تو ایران تا من و تو مسلمان بشی. حالا این وضعیته، این معتاده که اسمشو هم محمد و احمد و فلان و فلان گذاشته. اعتیاد، شراب، بی‌حجابی، موسیقی که در سر عروسی های مبتذله. واویلاست. جوون مواظب باش گولت نزنه. بسیاری میگن که های عروسی این چه عروسی؟ این عزاست. شاید به این 23 تا جوان تعداد بگن آقا این عزاست، مردم گریه میکنن. بذار بگن جوونا، من خاک پای شما جوونا هم، حاضرم پیشانیتون رو ببوسم، دستتون حاضرم ببوسم.